سلام دوستای عزیز، با دیجان آقا خوش آمدیم. من مایم یک کیک پرتقالی تیار کنم برای عید فطر که نزدیکه. ابتدا 2 تا پرتقال داشته که مولا رنده کردم به این شکل، به این رنده کردم، پوست زردی موردشون و به مرحله آخر میندازیم داخل کیک. پس میریم تا شروع کیک و برای شما مواد نشون بدم. 2 گیلاس و نیم آرد، 4 عدد تخم مرغ، 2 گیلاس شکر، مقدار گلاب و همون 2 تا پرتقال آب اینا رو گرفتم، مقدار ترفتا و پوست پرتقال، 100 گرم کره، نیم قاشق هل، 1 قاشق بیکینگ پودر، 1 بسته وانیل و مقداری هم روغن مایع. کشمش به مقدار لازم، ماستم کشمشی بکنین و ماستم نکنین و 1 دونه ظرف کلون برای از اینکه با میکسر اینا رو به هم زنیم. پس میریم شروع میکنیم به هم زدن. اول چیکار میکنیم ما؟ اول میگاییم کرر میندازیم داخل ظرف، کرر نرم میکنیم و شکر رو میریزیم. سپس پوستا پرتقال و ترفتا رو میندازیم. مقداری ما به هم زدم و بعد از اون 1 ذره روغن اضافه میکنیم و باز به هم میزنیم. نمیشه خوب نرم شد. حالی نوبت تخم مرغایی که من بشکستم و اضافه کردم و باز به هم میزنیم. حالی آردار داخل علک میکنیم و به این شکل علک میکنیم داخل ظرف خود. دوستا باید حتما اون رو علک کنیم. این شکل علک کنیم نصفی رو باز دوباره مخلوط کنیم. مقدار دیگه آردی که داریم هم علک میکنیم به شکل. و سپس به هم میزنیم. سپس بیکینگ پودر رو وانیل خور اضافه میکنیم. اضافه کردیم و حال وانیل اضافه کردیم، بیکینگ پودر رو هل هم اضافه میکنیم و باز دوباره میکسر. مرحله آخر گلاب اضافه میکنیم به مقدار لازم و همچنان آب پرتقال و دوباره به هم میزنیم. خوب به هم بریم تا خوب مکسه. حدوداً 6 هفته اینا به هم زده باید اول داخل. یک چیز نگفته نمونه که شما باید فرق رو حتما 15 دقیقه جلوتر روشن کنید رو 300 درجه بالا و پایین گرم بذارید که از 2 طرف گرما بیایه و سپس زمانی که کیک آماده شد رو 180 درجه بذارید. مواد ما آماده شده و چند دقیقه استراحت کرده. ناله قالبا آماده، 1 قالب گرد داریم و چند تا قالب فنجونی، مقدار روغن و خدی بروس. اینا شروع میکنیم به چرب کردن. اینا چرب کنیم به این شکل مقبول چرب کنیم و همچنان فنجونی ها به این شکل چرب کنیم. به این شکل دوباره چرب کنیم. دوباره خب حال آماده شد. داخل فر میگذاریم و کشمش ها خورم. نوبت کشمش هایی که باید به این مرحله ما یک کیک خور کشمشی کنیم. یعنی میبینیم که ظرفا کامل من پر نکردم، نصفه و شما میتونید نصفه کنین که اینا اثر میره، یعنی باد میکنید. خب کامل کشمش ها رو بریختم و الان نوبت از اینه که بذارم داخل فر. فر خو حتما رو 180 درجه کنید که میسوزه کیک. در رو فر وا کنید، کیک بگذارید و بریم بسته کنید. اما حالت باشه تا 15-20 دقیقه الا نیم ساعت. یکی خورم و مرحله بعدی بگذاریم جا نشده دید تو خدیم. پس میریم تا پخته شده. در حال پف کردن و رنگ زدن دیگه. حدوداً نیم ساعت طول کشید. 1 عدد کیک ما درست شده، آماده شده، به شکل مقبول رنگ گرفته. کیک بعدی رو هم می‌کشیم داخل فر. کیک ما تمام شد، عجب کیکی شده. 1 تکه کیک اسپنجی، هم کیک فنجونی ما دو چاقاش هم بکردم، کشمشام بره تو وسط قشنگ پوشیده شده. روی هم سعی کن چه بافتی داره چه رنگی داره. به 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 به.
انشالله که شما تیار کنیم نوش جان کنیم. خداحافظ تا برنامه بعد دوستای عزیز. خداحافظ.